حالا روی نوار میبینیم باقیف یعقوب جان جایزه‌دار و برنده مدال ابتدایی مسابقات چند کرته جمهوری تاجیکستان. بهرام صوفیوف پهلوان نوکک تازه قهرمان تاجیکستان در نمود گوشتین جدا وزن 66 کیلو. این دو پهلوانی که هر دو هم لایق قسمت فینالی بودند. بهرام صوفیوف پیراهن کبود دارد. یعقوب جان باقیف پهلوان 26 ساله تاجیک پیراهن سفید به بر کرده است. تجربه یعقوب جان باقیف نسبت به بهرام صوفیوف خیلی زیاد است در گوشتین، مخصوصا در گوشتین. اما بهرام صوفیوف جوان است که اکنون 20 و 22 قدم میگذارد. ببینید حالا حالت بسیار هم جذاب یعقوب جان باقیف بهرام صوفیوف مستحکم نگاه داشته است و حالا اکنون در حالت کمر کار میکنند. یعقوب جان صوفیوف باقیف حالا فاصله را دور میگیرد. در اینجا امیدوف محمد جاوید داور مرکز شاید برای فاصله دور جستن اولین شیدو را نشان دهد. نشان هم داد برای هر دو، برای کمیکت ندادن، دست یکدیگر را ندادن و فقط خوشقدم خسروف برای باقیف یعقوب جان مصلحت میدهد. همین شکلی داشتن برای او خوبتر است. بهرام صوفیوف باشد پهلوان شهر کولاب. یک نوبت بسیار تابش عجیب بود. بهرام با سرعت بلند خود را دفاع کرد. تحت روبری بهرام صوفیوف تحت روبری شویف در شهر کولاب تمرین میکند. یعقوب جان باقیف باشد یک زمان از مکتب خوشقدم خسروف تحت روبری پدر او ناصر خسروف مشق ورزی کرده است. حالا تحت روبری حکومت روف مشق ورزی میکند. هم سرباز هم است در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان. مردانوار هم خدمت میکند، هم در میدان دلاوری هنرنمایی میکند. امین است جوان مرده. ببینید حالا یک نوبت دیگر بهرام صوفیوف کمه این نوبت اکنون تعدید شیدا برای بهرام صوفیوف. نه آرام باشد. در اینجا محمد جاوید امیدوف داور مرکز از ولایت سوخت نظارت دارد. بهرام صوفیوف یک حالت بسیار خطرناک. بهرام صوفیوف بسیار هم حالت خطرناک را برای یعقوب جان باقیف به بار آورد. خوشقدم خسروف برای باقیف میگوید هوشیار باش، یک لحظه فارغ بالی میتواند که با تخته پشت برد را. بهرام یعقوب جان دست گریبان بهرام پیش. یعقوب جان دست را نمیدهد. اکنون باقیف دست را پنهان میکند. پنهان کردن دست و ببینید یک کمر داشتن. دست را نمیدهد یعقوب جان باقیف. حالا دست ندادن هم شیدا را دارد. یک حرکت اینجا صوفیوف باقیف دست را نمیدهد. باز دوباره نه اینجا هیچ چیزی نبود. چیزی نبود. چیزی نبود. اما خوب است. فقط باید داور احتیاط کارانه باشد. ببیند هر حرکتی آنها رو، چون که بعضا حالت یعنی با قول خوشقدم خسروف یا زخمت یا کمیکت هم میگویند حالتی داشتن اگر ندید این شیدو است. لحظه توقف. حالت تکرار. نه اینجا نبود.
فکر میکنم در اینجا امتیازی نبود. حالت تکرار رو هم دیدن تماشابینان. حالا وقت اساسی 1-1 شده است. فقط کمفعالی پهلوان رو دوباره مرکز دیده است و امتیازی از جانب این پهلوانان به عمل نامده است. دویم باره حالت تکرار را برای ما پیش میکنند. اینجا چیزی نبود. قوا برابر هستند، هر دو یکدیگر را خوب میدونند، از هنر یکدیگر با خبر هستند، مخصوصا تکنیکی یکدیگر را خوب میشناسند و میدونند. آنها بسیار احتیاطکارانه گشتین میگیرند و مثل برق با سرعت بلند مبارزه میبرند. هر دو پهلوان خوب است، یگان جای بحث نیست. من باوری دارم که مخلصان این را به خوبی قبول میکنند. اما میدان جای دلیران است. میشود این مبارزه در مقیاس جمهوری تاجیکستان است. بگذار چنین نبرد در مقیاس جهان باشد. اینها هر دو برای ما لازم هستند، چون که نفری که شامل به تیم منتخب میشود بگذار در مقیاس جهان چنین هنر نمایی کند. انا وقت تمام مخلصان بعد از جای میخیزیم تاجیکان کفکوبی میکنیم، چون که امروز انتخاب همین پهلوانان است. در اینجا مبارزه برای بیرون از تالار باید برادربار آغوش گیریم. همین لحظه که رقابت بود شد، همین لحظه باید برادربار آغوش یکدیگر گیریم. بهرام جوانتر است، یعقوب جان باقیف پهلوانی تجربه دار است. حالا داور درجه جمهوری از ولایت سوخ حجمه میگوید امتیاز نبود. یک تاکتیکای اوچیماتا پشت پای رقیب گذاشتن. حالت کمر ببینید میبراید. بر آمدن یعقوب جان باقیف. مبارزه آرام است، فقط باید پرتافت خوب باشد، زیبا باشد تا مخلصان علاوت بردن. کار در وقت اساسی به نتیجه انجام یافت. هر دو پهلوان خوب هستند. یعقوب جان تکیه به تجربه غنی گشتنی خود میکند. بهرام صوفی باشد پهلوان جدیدی گشتنی جدا است. هنوز هم قدم های نخست خود را با کلاه‌های بلند میگذارد. یعقوب جان باقیف برای چندین سالها در حیات دسته منتخب جمهوری تاجیکستان بارها با مسابقات جهانی رفته است. باقیف، صوفیف، در گلدانسکا به محدودیت مبارزه میبرند. برای هر دو شاید داور مرکز شیدا نشان دهد. برای گشتی نگرفتن. یک شیدای دیگر تهدید برای دلخواه نفری که اگر اشتباه کند. در اینجا سرعت میتواند حل کند. کی قادر است که اولین شده فاول می شود. کمر را داشته است. اکنون بهرام صوفی و به سمت دیگر میگذارد و در اینجا بسیار حرکتی بسیار جذاب و جالب را با کار بردن هستند. بگذار آرام گشتین رود. حالت تکرار.
آرام فقط پرتافت لازم است. بهرام صوفیوف، باقیوف، حرکت جذاب از هر دو جانب. گوشتین رواد این لحظه هم اراوپوف هم شویف دو مربی که شاگردان رو تربیت کردن در اینجا حضور دارند. هر دو پهلوان امیدبخش جمهوری تاجیکستان هستند. آنها باید برد و باخت را خوب قبول کنند. در اینجا خوب قبول کنند، چون که بهترین از اینها فردا در مقیاس جهان میتواند آبروی تاجیکستان را بلند بردارد. حالا توقف است. برای چی آنها توقف میکنند من حیران هستم. وقتی که رفت باید اصول رو انجام دیه. مته است. دوباره برگردیم به مرکزی میدان. هر کس میخواهد که اولین کمیکات رو خود کار کند، اما اینجا برای کار کردن سرعت در کار. آفرین وزاره یعقوب جان باقیوف بسیار ماهرانه عمل را انجام داد. و مؤلف میدر طلا شد در وزن 66 کیلو. در حالت تکرار هم دیدن ممکن است. در حالت تکرار دیدن ممکن است. انا ببینید حالا در اینجا وزاره حتی با ایپون همونم بود. در وزن 66 کیلو یعقوب جان باقیوف مؤلف مدال طلا، بهرام صوفیوف برنده مدال نقره.
این گشتین است، برد و باختش همین است. Thank you.